خب آقا این اتچمنت HS وان شاته، فقط هم وان شاتیش برای مولتیه، برای بتل خوب نیست. برای بتل من تست نکردم و میگم تست نکنی، چون برای بتل میدونم خوب نیست. اگر اتچمنت چیز برای بتل هم میخواید بهم بگید، هر اتچمنتی هم میخواید تو کامنتا بگید. و اگه میخواد یادتون بدم که چطوری خودتون اتچمنت بچینید تو کامنتا باز بگید. این چیزو من براتون الان تست میکنم فقط پراتون بریزه که چقدر خوبه. کسایی که ویدیو منو میگیدن میدون اتچمنت این اچس رو دارم. من رو بات کنم یکی اون مثلا هنو داره میدوه. خب وان شات این سرجامون از اون فاصله با 2 شات از این فاصله اینو وان شات میکنه، این فاصله 2 تا رو پشت سرم با یه تیر زد، ولی اون عقبیه یه تیر خورده بود. خیلی خوب اصلا میشه باش کیل گرفت از این فاصله. نوسکو وان شات دیگه چی میخوای اتچمنت؟ نمیمیره همون. دمیج خیلی خوبی هم داره، دمیجش رو خودتون ببینید اینجا هستن و این بگیرید نگاه کن تیو قشنگ چطور میزنه. دمیجش دیگه خودتون فکرم بتونید ببینید. آره خیلی دمیج بالایی داره، بخواد از دور بزنی از نزدیک بزنی. حالا نمیدونم هم خوبه برای مولتی، میگم برای مولتی، برای بتل نمیدونم خوبه یا نه. اگه بعدم من تست میدم ببینم اگه خوب بود که بهتون میگم، اگه خوب نبود یه بهتر میشینم برای بتل. از پشت اینجا نمیزنه، این بده خود بده. وان شات همه وان شات، اونایی که واقعا خیلی دور هستن دیگه سخته بخوای با یه شاتگان اون دور رو بزنی. خب دیگه هر اتچمنتی خواستی بهم بگو برات بزنم. بای بای.